دوستان گل، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده بود. دوستان راجع به موتور اینا خلاصه جمعش کردیم. انجینو دیدم فرموندی هیچی نداره، هیچی. نگاه کردم دیدم همه چی ریخته، کلن هیچی نیست، روی میله میرفت، فقط میله خالی به خدا. دوستان موقعی که منطقه ما این ساچمه ها میریزه، ساچمه خالی به درد نمیخوره، یعنی این کامل جاشو خورده بود. منطقه ما دیگه باید کنده بشه طرف بیاد، مثلا میبینی یه ذره لقه نمیاره، فقط مثلا اینو کامل. بعد راجب این گریس هم ما کم میزنیم، بخوایم زیاد بزنیم انقدر گرد و خاک ماشاءالله زیاده، به 3 روز نکشیده میشه گل. یه ذره گریس میره سر جاش. دوستان پایینی رو به پایین میخوره، بالایی رو به بالا نگاه کن. مخلص همه دوستان، خدا نگهدار. کامل اینا رو بوشاش هم عوض کنیم و بزنیم سر جاش. خدا نگهدار.